یه لحظه ای که همیشه در ذهنته میتونی برای ما تعریف بکنی؟ الان 7 سالمه. من روی فرش قرمزی نشستم، یه متکای کوچیکم همینجوری گذاشتم و دارم با عشق فوتبالیستان میبینم. بعد برمیگردم میگم که بابا سوباسا گل میزنه. با من این لبخند میزنه نگاه میکنه. بعد تصویر رو اون توپه، تو منتظری گل میشی یا گل نمیشی و گل میشی و من خوشحال بلند میشم، بابامو بغل میکنم، ماچش میکنم. یا بابام دستمو میگیره میگه لباستو بپوش با هم بریم پارک. با اون دستای پیرش و ترک خوردهش دست منو میگیره. و منو میبره پارک.